امشب داشتم میرفتم اتاق پسرم آریا که مثل همیشه بهش شب بخیر بگم. آخه میدونستم اگه نرم خوابش نمیبره. یه روتین ساده و همیشگی بود. وقتی رفتم تو اتاق پسرم دیدم زیر پتو قایم شده. پتو رو دادم کنار تا ببینم چرا ترسیده. اما از چهره آریا خشکم زد. اون پسرم آریا بود ولی کاملاً با چهره همیشگیش تفاوت زیادی داشت. به جای اون خنده معصومانه و زیبا، یه خنده پهن و گنده رو صورتش بود که تا ته گوشاش کشیده شده بود. یه جور خنده سرد و عجیب. موهای تنم سیخ شد. گفتم چیزی شده بابا؟ حالت خوبه؟ فقط سرش رو تکون داد. اون لبخند خشک و آزاردهنده هنوز روی صورتش بود. بعد از چند لحظه ناگهان شروع کرد به حرف زدن. ولی به جای اون صدای بامزه و بچگانه با صدای گرفته و کمی بم بهم گفت بابا زیر تختم رو چک کن. ببین هیولا اونجا نیست. همیشه این کار رو واسش میکردم برای اینکه خیالش راحت شه و سری بخوابه. اما این دفعه اصلاً دلم نمیخواست خمشم. ولی خب خواستم بچه رو راضی کنم. یه خنده زورکی کردم و زانو زدم که سرک بکشم زیر تخت. و اونجا چیزی رو دیدم که باورم نمیشد. آریا زیر تخت در حالی که از ترس به خودش میلرزید اونجا بود. رنگش مثل گچ سفید شده بود و از چشماش میشد ترسو احساس کرد. آروم، جوری که اون شخص روی تخت نشنوه، آریا زیر لب زمزمه کرد بابایی، یه نفر روی تختمه.